یاد ما خاموش استه. خوب اینجا رئیس ناحیه آمده است. این نماینده جناب عالی است. گوش کنید همچنان. شما یاد ما صبر کنید چیا؟ هیچی از دست اینا شنیده به من تیار هستم با قربانی شدن وقتی که اینا اگر سید مکرم میخواهم من برو حبس کند من تیارم به حبس. خاموش هستی. شما یاد ما خاموشی شبیه اشان مفتی آمدن شب کنم. اینجا نه ولی صاحب به کار میرد نه کگبه به کار میرد نه دیگر. من نمیخوام که برای من شده شما ضرب کنید یا حکومتدارا. اگه اینا شرمنده ها که خشان دنیا رو شرمنده کردن. بس کنید بچه های خوشرو. سبب این مفتی را ناموسش چیست؟ در رو دخانه اکای حاتم روزی شنبه گذاشتن ما یک محفل داشتیم. خاموش باشه. خاموش باشه برگردون شما شنوید. خاموش باشه بشن. محفل بود. شما خاموش باشه. شما رئیس من پرسیدن می آمدی بعد. وقتی احمق بودم رئیس شورای شما. استغفرالله. بچه خاموش باشه. یاد ما خاموش باشه. روز شنبه گذشته بود. خوب ما خانه اکای حاتم رفتیم. یک جشن آرام بود. آرام بود. من درباره محرم که سری سال نوی هجری بود صحبت داشتم و در آخر صحبت فقط برای شهادت حضرت امام حسین 2 تا 3 تا صحبت کردم. با این ایشان گرفتن یک دروغ در پای شیعه‌های برادرها بستند که گویا در محفل حسینیه که کربلا 2 میلیون آدم شرکت میکنه. گفتی در محفل عاشورای اونها هر شرکت کننده $100 میدادن. با حتی قسم خانشی هم کرد. خب من قسم ایشان باور میکنم در این مسلمان است. در سرش صلو بس حیف یا اون صلاحی که در سرش میداد. زیرا که پیغمبر خدا گفتن کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. من خیلی افسوس میکنم که در خانه خدا در این منبر رسول اکرم شد بی آدابی شد. خاموش باشه. خاموش باشه بچه های خوب. خاموش باشه. خاموش باشه بشم. خوب ایشان گفتن با ایشان اجازت من 2 در صحبت کنم. خوب صحبت کردن. صحبت کردن و دروغ شروع کردن. من گفتم طاقت نکردم. عادتا من طاقتی شنیدن دروغ ندارم. گفتم ایشان مفتی همین گپ دروغ است نگو. قسم آخور نگو. گفتم ایشان مفتی شما میکنید تو در این گپ در دیگه موضوع با کاردار شدن. خوب با کل حزب بما لدیهم فریحون تحقیق کردن. با تحقیق خوشم نخواستگیشم کتی آخر گپ ما همه خشورگی موضوع. شما اگر ناموسی اسلامی می داشته شما اگر رفت و ناموسی مذهبی می داشته همان روزی که قانون حکومت درباره منع جوانای تا 18 ساله برآمد تو همون روز وظیفه مفتگی تو می سپاریده میگویی من این آر به خودم تا قیامت قبول نمیکنم. همین قدر شد دیگه. اینا خاموش شد ما خاموش شدیم. خوب در باب عقیده با صحبت کردیم. همین قضیه پراکنده شد. رفتیم شورای علما رو دعوت کردیم. اولش که شورای علما برای من قدر ندارد. من از خدا میترسم. گوش کنید بچه‌ها گوش کنید. دویم که در شورای علما داملا محمدی شرکت نداشت. تلفنی به من صحبت که حضرت ایشان میبخشید نام من نوشتند. من هزار از او شورا هم بیزار هستم. از او قرار قبول کردگیشان هم بیزار هستم. ایشان علامه هم خوب گوش کنید بچه‌های عزیز. خوب ما 50 سال است من با مکرم میگم برای من این دیگه مفتی نیست. من برای مکرمه که 50 سال از خاندان ما عاشورا میکنند. در زمانی که شوروی حکومت سوویتی بود حضرت قبلگاه ما در یک جمعه ماه محرم از معدنی ها حضرت امام حسین میخواندن اشک میریختن. 20 ساله از سال 98 من آمدم شما که عاشورا دارون. 3 ساله که در اداره قاضیات بود ماه محرم درباره تاریخ حسین من صحبت میکردم. برای که اونجا دی اختلاف پیدا نشد و عداوت پیدا نشد. امروز مکرم عاشورا را سبب اختلاف دانست. برای چی؟ این ناجوانان خودش پرسه. خوبه که من صحبت رو تمام کردم. عزیزان من اگر حکومتدارای محترم بچه رو خلق کنیم من از شما من میدانم که شما برای من همه کارد تیار هستید. یکی شما اگر یه حرکتی بیجا کنه والله خدای من از شما بیزار است. من از شما بیزارم. خاموش باشه. خوب که حرمت کرده آمد. اولش که رئیس ناحیه نمی آمد
اگر رفتم مسجد ما رو محکم کردنش در کار میشه. من خودم اعلام میکردم که از همین روز مسجد ما بسته است. اگر رفتنی من در کار میبود منو خیرات میکرد همون نامرد مکرم خیرات میکرد میگو باهایشان اگر شما رو حکومت راضی نیست امامتان در به جنجال سپاری من نمیامدم. لیکن بازم میگیم حکومتدارای محترم ما اعلام میکنم این مسجد ما اند بستنش راضی هستیم دیگر کس نمیمونه خطیب شود 5 وقتش میکنیم نماز آرام میکنیم. لیکن بازم اعلام میکنم من تا امروز گوش کنیم بچهای خوشم 2 سال است که جناب عالی ما تا 20 سال بود ما حرمت میکردیم. همیشه در حق جناب عالی همین منبر من دعا میکردم. شما هستید همین دیروز در روز عاشورا در حق جناب عالی دعا کردم. مانند مکرم بار افلاسا در اطراف رئیس جمهور جمع شدند. بیچاره رئیس جمهور بیاروب کرد همینها مشورت دادن روی مال دخترای ما رو گرفتن. همینها مشورت دادن بچه های ما رو از مسجد. امروز نسبت رئیس جمهور در دل مردم شبه پیدا شد. نسبت رئیس نباشه همین ما رئیس جمهور رو دوست می داشته. هیچگاه عاشورا سبب اختلاف نیست. عاشورا والله سبب وحدت است. عاشورا سبب پیدایش محبت است. تمام فقهای ما من به مکرم سلام میدیم. عبدالرحمن جامی در هفته‌رنگ عاشورا گفتگی است. امام حضرت شافعی را خم کنه اکنون من نمیخواستم همین گپ حکومت خودش آمد رو پروی خودش گم این اگر علم داشته باشد با من از روی علم بحث کند. عبدالرحمن جامی چی میگوید؟ عبدالرحمن جامی رو گوش کنه چی میگوید؟ عبدالرحمن جامی میگوید حق در آنجا به دست حیدر بود جنگ با او خطا و منکر بود. مگر عبدالرحمن جامی شیعه شد؟ مگر عبدالرحمن جامی از مذهب حنیفی برآمد؟ حضرت امام شافعی رحمت الله علیه اشعار رشته ما باریم و محفل عاشورا میکرد. آنی در بیانیه دینش من خواندم گویا در سمرقند و بخارا در هیچ عاشورا این دروغ میگه والله در تمام خاندان تاجیکا واقعی حضرت امام حسین میخواندند. ما خوب میدانم حضرت حاجی نملا استاد ما بود در ماه محرم رفتم نورالابصار خواند ایستاده است. والای حضرت چشماشون پری آب دیده بود. حضرت آینکشان نگرفتن گفتن نورالدین گفتن نورالدین گفتن اگر من به جای معاویه میشدم سگ خاندان پیغمبر از خود بالا من گوش کن بار دیگر میگه این سید نیست. اگر این سید نشد خونش برای حسین نجوشید. این جهود است نه سید. بچه های کشتبت ازام میگن جمعه میخوانیم همه تا خدا میداره برو ایره بیتون. عزیز گرامی محیدین کبیری حفظه الله به این مناسبت دوباره انتخاب شدنشان در این مسئولیت بزرگ از صمیم قلب تبریک میگویم و برایشان توفیق و